این دیگه باز بخیر از سرکای دیگه آمدیم که اینجا همچنان در این بغل یکی از شرکت های کیمیاوی است که چیزای کیمیاوی تولید میکنه و تلافیش نوشته که بسیار خطر داره، به خاطر که زیرا میگه استفاده نکنه، باعث یعنی بوی بد که باعث تنفس شما میشود که بر شما که مشکل تنفسی یا چیز ایجاد کنه. بازم یعنی بچه ها دیگه خودش شک کردن از این را میرنده. انشاءالله ببینه کدام خطری نباشه. یعنی است بسیار یک بوی چکی، بسیار یک بوی چکی است. یک بوی چکی است که آدم بخی دانکس میکنه. انشاءالله بچه چی یک بوی چتی است. حشان زیادتر بسیار یک بوی چتی من امریکا بچه جا گفتم که زیرا نره که بوی بسیار خطرناک است، میتونه براتون کدام ضرر برسانه. ما باز هم آمدیم از زیرا اینا دیگه زمیرا اینی آب بکنه از اینی شرکت نه و همش آب کاست باعث یعنی از این شرکت کیمیاوی چیزای کیمیاوی تولید میکنه که میشه کمی آب تمام آب را تصفیه میکنه. خب باز هم میشه یکم این از این را میتونیم برایم بیا این سیده هایمینگ از بلندی که از واقعات هم میشه هایمینگ بزن. بچه چی بود؟ این رو برای طرف پایان میره ای میره تا مختار در به حال چی زیر واقعات چی که میبره اینه دیگه دفعه مگازمه تو بیای من مختار یعنی مختار باز هم میگه زیرا تو نمیگی چرا بوی خوشت نامد؟ بوی چی بود؟ آره گوی تا کدی چی کدی دو جاتی یک بوی بود نه بدر دیگر این بلندی ها همه تو باسکیل لوانی کرا میریم. نفس ما را کشید این روزا هم هستی یادی نکنم این 3 روز هوا گرم شده اینو تو تشنه میکنه همه تشنه میشم که بخم لب بدم همه 3 روز هوا هم گرم است. ما هم باسکیل دوانی میکنیم دیگه خیلی دیگه هوا هم گرم است. باز خوب است دیگه این طرف های جنگل است خوب هم تا باوای بسیار عزت بخش و خوب برای باسکیل دوانی. روزایی هست که آدم باید باسکیل دوانی کنه کن به خاطر جینی هفته یک ذره هواش خوب است. هفته بعدی دیگه باز هوا سرد میشه باران و میشه وقتی ابری میشه 3 روز دیگه هوا خوب است. ما خواستیم از این فرصت استفاده کنیم و با دوستای خود یاد باسکیل دوانی بریم دیگه انشاءالله که خیر باشه. دوست ما همین سرک جنگل طرف سرک عمومی رسیدیم دیگه اینو بخیر اینجا بالا میشم شیه کلافه معبول این طرف که اون هایمینگ میره و اینی سرک است نیک از طرف واقعات ها میشین مختار عموما از اون سرک پس مونده و سرک ایچی میری و پشت واقعات نه این طرف هایمینگ میره و طرف گلف میخوای پس طرف برکازن بره
خب برکازن تنها اینمی را داره دیگه. اینمی رای سرک. آه. یا از راه جنگل پاس باید بری. اونو راه رو برو کس راه مارکتل است. وقتی دیگه این طرف که میری هایمنگ است. اب بیا بریم از راه مارکتل دیگه. این سرک و کوچه اون طرف دیگه. راه بایسکل است. آه. بزن تو در جی پی اس. جی پی اس درسته.